خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جان پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. تبریکاتی استودیوی شهنام را برابری حسین جان تشریف آوردن. برای این تبریکات از طرف استودیوی شهنام برای شما صدا می‌دهد. برای مادر زیبا و صحنه دعوت می‌کنیم. نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جان پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. آغازی همان سخن سلام است، زیرا که سلام نیز احترام است. سلام و درود بی پایان. السلام علیکم همدیاران، همزمینان، همزبانان عزیز. السلام علیکم مردمی بالادیده و بالانشین، مردمی سمرقند چوپند و البته مردمی محله فرقت. همه شمایان را به امروز روز خورسندی ختنتوی شاکسری خانواده خوج احمد بابا امین جان خیر مقدم میگوییم و البته برای ما لازم هستند امین جان خردکک، جسورکک، نرگس آیتی، خوج محمد بابا، چینی گل بیبی. میخواستیم شمایان را به صحنه تکلیف کنیم. سنیفه خاله و صاحب تویان را میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم. مرحمت حاجی بابا و حاجیانه را. خوج محمد بابا توی مبارک. ختنتوی نبیره را برایتان مبارک باد میگویم. حاجیانه مانده نباشد. السلام علیکم. شما فیض خاندان فرشته فرزندان هستید. امروز بیوده این صحنه را انتخاب نکردم که مادر فرشته خاندان، بهشت خاندان، گل سبت زیبای فرزندان جشن سادرس دارد. پیغمبر سالیتان مبارک باشد مادر عزیز. شما را، پدر عزیز را، دادرشان را، یکتا پاشا را، جسورکتر نرگزایتی شمایان را، از نام برادر رامدورتان، از نام آزادکر، مفتون آویتی، مرجان بانا، محمد جان، امیر جان سپر تبریک میگویم. گفتم ما امروز خاندانمان توی دارد. رفته از نام من برای پدرم 1000 رحمت رسانه. بودگیشان با شکر فخر میکنیم. خدا کند که صحت سلامت در سر ما سایبان نگردند. خداوند کریم عمری بردوام توفه سازد و همراهی مادرم در این پیری و دولتی پیری را بینم. بیهوده نگفتند اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر مادر. بیا بی با منام در دعا گیر از پدر مادر. سیه امری همه غمها پریشان می شود هر صبح، بیخندد وقتی تو یک سر دعا گیر از پدر مادر. دعای نیکی شمایان پدر عزیز، مادر مهربان، با دعاهای نیکتان در مسافرت خدمت کرده گشتند و البته خدا کند که خداوند کریم در پناهش نگه دارد. دعاهای شما به درگاهی از نام پاک مستجاب باشد. امروز حاجیانه ما صبحی صادق همراهی آزادکه صحبت کردیم و آزادکه نبی بسیار یاد کردم. حسین جان مسافری تین بود است. مسافری ما میگردیم یاد میکنیم پدرم، مادرم، وطنم، خیش و تبارم. و امروز همه خیشان، همه نزدیکان برای تبریک و شادباش گفتن مادرم آمدن. لیکن افسوس و حضور میپرسم از مادر جانم که یادشان بایستاده زادر زدکان مبارک مادر جان گفتن نکامیستن. دلم خواهد روان بر کوی مادر، وجودم پور شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. خدا کند که در سر فرزندان سایبان سر فرزندان شگرده به ما مبارک باشد. جسورکر ختنتوی پسر مبارک باشد. امین جان مانند خود بابا جان عزیزشان خوج محمد بابا انسانی اصیل شود، مردی نامدانی سمرقند شود و مردمی آقصای عظیم از پیشش فخر کرده گردند. خدا کند یکی از آن
حساب‌های با نفوذ شود، مکتب‌ها را با بهای اعلی ختم کند و نامبردار شمایان شود. و گفتن امانت نمک در کام‌ها شیرین‌تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. سفیدانی بلند یک نوده و صد برگی پر دارد، پسر در کوی ایش هفته چه پروایی پدر دارد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد، با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. امروز خوش محمد بابا، شما یک انسانی هستید، انسانی نیک بوده که با مهنت حلال فرزندان کلام کرده. من در دم پیری از سای دستان لرزان شما هستند فرزندان. خدا کند که همیشه دعاگیر شما باشند، شما دعاگوی و سایبان سر آنها گرده. مبارک باشد. برای آنجانی عزیز سنیفه خاله دایما مبارک باشد. سنیفه خاله امروز شما در یک وظیفه بزرگترین هستید که هم به بیجان و هم با آجان نبیره عزیز هستید. خدا کند همیشه در روزهای فرصتی شمایان را تبریک گوییم. همراهی حاجیانه همه شمایان را به توی نکاحی امروزه شامسری هستید امین جان رساند و اگه چی بینخست و در آمده حضرانی‌های خواندن نصیب کنند. تویها مبارک. امروز با افتخار مادران عزیز گلدسته ها دانه میخواستیم تقدیم کنیم. برهمت یک گلدسته ها را نبیره ها خودشان تقدیم میکنند در زیر فرزندهای میهمانان. برهمت. برای پدر عزیز برای اصلیشان شکرانه میگویم انگشتری تقدیم میکنم. مبارک باشد. خیلی مبارک. مبارک باشد. جسورانگه امین جان توی مبارک شود. امروز امین جان وعده میدهد که من مکتبه خدا خواهد با بهای 5 تمام کنم اگر صاحبی اتومبیل کلانترین میشوم و بابا جان من پیشش مسافر میگردم. باباش برای انسانی تیلا میشود. یک تا باباش تبریک نکنیم. خدا خواهد خوش محمد بابا من امروز خدمت‌های گذشت کنم ترددی توی رو ترک کنم. ما باشد در توی‌ها در روزهای فرصتی شیرینی داریم که امروز حاجیانه میلاد دارند. مولادتان مبارک باشد. با سجده شعر میگویم برای مادرم از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بیمانند او را سالها پرورده‌ام می‌نهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم چون بهار آراست عمرم را به زاری مادرم. مادران ریزا باشند دعاگوی باشند فرزندان و همه آرزوها میرسند. ما باشند برای امروزه خرسندی و شیرینی بخشیدن تا آورده. برای امروزه امین جان صاحب پیام یک جای شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم. اما ما یک جای همراهی با بجانشان برآمد. کارتون یک جای امین جان خوش محمد بابا حاجیانه صدیق و خدا مرحمت در ویزای تیجان صورت همه ما یک جای
خوب را تبریکات را برای پدر مادر رسانید. مرحبا. همه وقتی افزادتون را صبح سلامت باشید. همه خیلی توی بودن فقط تویگری نگردن. هیچ وقت کسل نشده. صبح سلامت باشید. زانم مرنالی زیبتی مرحبا. Assalamu alaikum mehmononi girovi, hamon shomade. Что вам как сруда внутри дорог, гуляем همشه وقتی ما به زیاد سلامت کردن همشه یک جویه زندگی شروع ببریم خودم همشه مفتونیم که من بیایم همون یک جویه شده با هم خیلی توی بودیم هزار رحمت عزیزان دل مهمانان عالی قدر از همه گنجینه بی‌بهاترین که عمر است و وقت است در یک نداشته آمدید خوش آمدید و کمکی آن را ما گرفتیم و حضور می‌پرسیم در خدمت شما جوای تبریکات شهنام بودم برای شما کیفیت تویانه برای صاحب تویها مبارک باشد از اهل هنر امشب التماس می‌کردیم سرودهای بهترین و رقصی را سرآیند و همه را به رقص تکلیف کنیم با اجازت استاد عزیز مرحمت و صحنه شهرت جان غنیف و بگزاد ناصر
یاری خوش دیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا
نابیننده های عزیز، ما امروز امین جان را، پدر مادر عزیز خاندان حاجیانه را، حاج محمد بابا را در روز خرسندی خسنتوی و جشن زادروز یک جای تبریک کردیم. از نام فرزند راهدورشان، از نام آزادکه مفتونایتی، از نام نبیره‌هایشان مرجان بانو، محمد جان، امیر جان و این لحظه های خرسندی رو همراه شما به هم دیدیم. با ما باشید و خدا را